این چه شور است که در دور قمر میبینم. این نامزدهای پرزیدنتی امسال 2020 در دروغ و در شیطانیت در چاپلوسی تر میبینم. فوکس اساسی با مردم است، با بالان برداشتن سطح کمبیزاتی مردم است. این برنامه یخمقی بود است که بلند بردن سطح کمبیزاتی مردم. ای خدا بزنه تو که این دیگه کمبیزاتی میشوه، این دیگه کمبیزاتی میشوه که میگویی که بلند بردن سطح کمبیزاتی مردم. شرمم چیزی خوب است، باور کنید دوستای عزیز، شرمم بسیار چیزی خوب است. اما متاسفانه این شیطانک ها نمیفهمند که شرم چی است. اینها اصلا درک شرم ندارن، چشماش رپک میزنه. باور کنید دوستای عزیز، پیش از اینکه بیاید همی جلسه اشتراک بکنه 1 لیتر عرق هم تا صافی این بعضی از خائنین با عرق اسماعیل سامانی نوشتگن خدا بزنه شو، این بیناموسای بیغیرتی کثیفه، باز 1 لیتر همو عرقی بگیم که تازه اسماعیل سامانی زدگی اومده است، امروز داره برای آینده ملت تصمیم میگیره. تصمیم آینده ملت در دست شما نیست. این ملت یک روز خواهد فهمید که شما نه اینکه نجات دهندگان شما، بلکه خائنین و خیانتکاران این ملت هستید. هیچ رژیمی در عصر حاضر از 30-31 سال زیاد نمیتونه حکمرانی بکنه. ایره هم نامزدت بفهم، هم رئیس جمهورت که حال مردم آواز ندادن خودت پیروز هستی، میدونی که 90% مردم آوازش به گفته خودت میگیری. اما انتخابات های تاجیکستان بغیر از تقلب دیگر هیچ چیزی دیگر نبودن، بغیر از تقلب دیگر هیچ چیزی دیگر نبودن. میگه که در برنامه حزب ما این هست که ما سطح کمبیزاتی مردم بالا بریم. وقتی که یک جمله سیاسی را خوب گفته نمیتون، یعنی میخواه که سطح کمبغلی مردم از این ده بالاتر ببره. این جمله ای طور گفته نمیشوه، این جمله ای طور گفته میشوه ما میخواهیم که سطح زندگی مردم بالا بریم، نه اینکه کمبیزاتی مردم. این کاندیدات هایی که امروز میخواهند رئیس جمهور شوند دوستای عزیز مسخره باز هستند. ما بیشتر به غریب شو احترام دارم از این نفراده، چون که غریب شو نشان میده که او مسخره باز است، اما اینا نشان داده ایستادن که اینا دشمنان ملت هستند. اینا با مسخره بازی میخوان که در چشم ملت خاک باشن. بعد امیر رحمانوف هم خیلی معلوم بود است که در انتخابات برنده میشه، پیروز میشه، خطا پیروز میکنه. اگر که 100% مردم هم که بعضی آواز بدن خیلی رئیس جمهور میشه. همین انتخاباتش هم چی در کار بود؟ همین انتخابات هم میگرفتین گم میکردین. نه انتخاباتی در کار بود، نه اصلا آوازتهی در کار بود. این $1 میلیون هم صرف کردن در یک معرکه انتخاباتی که خودت برنده او میشه رحمانوف. اصلا شرم است. اما این را باید فراموش نکرد که انتخابات نشان میده چهره اساسی شما را. شما حتی ترس دارین که یک کاندیداتی که با شما هماهنگ نیست اون را بگذارین که نامزد خچه بمانه. چرا ترس دارین؟ چون که میترسین که یک بار نگاه نکنین که مردم همش به دیگه نفر آواز میته، به شما آواز نمیته. اما شما مردم همقدر ترساندین، همقدر مردم بی غیرت کردین مردم که دیگه مردم مجبور میشن که برای شما آواز بتن که هیچ شو نگین. امروز مردم ما را شما به یک مردمی بی غیرت تبدیل دادین. همین نامزدهایی که از دروغ میان نامزد میشن، حزب‌های کیسگی که میلیون ها پول را میگیرن و مردم را و حق مردم را میخورند و در مردم خیانت میکنند، اینها هستند کلاون، اینها هستند مسخره باز. امروز تمام جامعه جهانی با شما نگاه میکنن میخندن، میگن آقا برادر آخه این خودش چی گپه؟ 28 سال دروغ بس، آخه بگذاریم باز ملت خودش حاکمیت دست بگیره. این چی شور است که در دور قمر میبینم این نامزدهای پرزیدنتی را در دروغ در شیطانیت تر میبینم. این چی شور است که در دور قمر میبینم این نامزدهای پرزیدنتی امسال 2020 در دروغ و در شیطانیت در چاپلوسی تر میبینم.
اینقدر اینها در دروغ، اینقدر اینها در خیانت تر هستند که دیگه یک جمله را نمیتونن که سر به سر کنن، همین جمله را تا آخرش بگن. وقتی که یک کار دروغ میشه میگن که همین دزدی و غریب پشتگوی خر. این به معنی او است که امو اخلاق خر قاق میشه و تمام دیگه پشتش معلوم میشه چی گپ است، یا که یک بارون اصلا از بین میبرش. اما دروغ های شما یک روز برای مردم فهما خواهند شد و یک روز مردم خواهند فهمید که شما نه اینکه طرفداران ملت، نه اینکه نجات دهندگان ملت، بلکه خائنین و دروغگویین و نفرانی که خیانت بزرگی به این ملت کردین هستین. یک جمله های را گپ میزنه این نفر که اصلا برای یک نامزد پرزیدنت شرم‌آور است. وقتی که میخوای نامزد پرزیدنت بشه یک کلی امونی دیگه بود که چی نام داشت، نامشان فراموش کردم. اصلا من نفری که در سیاست هستم نمیشناسمش. همون نفر کی است؟ از کجا مردم تاجیکستان میشناسن اینا را؟ اینا نگاه هم بکنید دوستای عزیز، 280,000 امضا 4 نفر جمع کردن، به این معنی که 1,000,000 نفر خوب با خبرن که امضا ماندن برای اینا. 1,000,000 نفر اینا پیش 1,000,000 نفر رفتن 4 نامزد و برای اینا امضا جمع کردن. این شرم‌آوری نیست دوستای عزیز؟ این دروغ نیست؟ در وقتی که بیشتری از نفرایی که میتونن آواز بدهن اینا در بیرون از کشور هستند، بیشتری از نفرانی که فهمش سیاسی دارن امروز در گریز هستند، 4 کمپیر برای اینا امضا گذاشتن. اینها را میگن دروغ‌های شاخدار. اینها را میگن که همون نفرانی که هیچ وقت پیشرفت ملت نمیخوان. کدام نفر پیشرفت ملت نمیخواهد؟ اگر شما دوستان عزیز از منوچهر کوهستانی سوال بکنین، همون نفری که دروغ میگوید، همون نفری که در جامعه بیناموسی را میارد. یک وقتان دروغگویی در تاجیکستان ننگ بود، شرم بود، اما امروز دروغگویی در کشور ما فخر شده است. امروز دروغگویی در کشور ما فخر شده است. امروز بعضی ها میگن که نامرد باشم و زنده باشم. این چی بدبختی است که شما در سر ملت آوردین؟ با همین دروغهاتان، با همین خیانتهای کبیری که شما برای ملت کردین، ملت به یک جای را آوردین که دیگر نمیداند چیکار بکند. آن نامزد پرزیدنتی که تو امروز برای ملت دروغ میگویی، فکری فرزندات بک، فکری نبیره ها بک که با این دروغها آینده فرزنده و نبیره های تو چی میشود؟ تاجیکستان خانه هر یک تاجیک است و هر یک نفری که دروغ میگوید برای این ملت و هر یک نفری که خیانت میکند به این ملت، آن نفر خیانت به فرزندان خود، خیانت به نبیرگان خود، خیانت به مادر و به پدر و به همه چیزی خود کرده است. خیانت از این بیش میشود که مردم را دروغ بگویند. شما خوب دیدین، برای شما نشان دادم دوستای عزیز که در تاجیکستان یگان نفر نمیشناسه که این نامزدها کی هستند. برنامه‌های حزبی شما، برنامه‌هایی که شما باید در آینده برای کشور پیشرفت بیارین، اونا کجا هستند؟ این برنامه‌ها، این نوارها درد دل هر یک من و شما هست. درد دل من و برادر تو و فرزند تو و خود تو است. دوستی عزیز، این نوارها را به دوستان و هموطنان خود روان کن. به هر نفری که زبان ما و شما را میفهمد روان کن. به هر یک نفری که درک دارد روان کن. در کانال آبونه بشو تا اینکه ما بتوانیم روز تا روز حقیقت را بیشتر و بیشتر بگوییم. در امان الله پاک باشین. خداحافظ.